صبح بر وقت همین طور هر روز کوریو در فاکولته تاریخ از انا همین اتاق کوری آغاز می‌یابد. ارباب علم تاجیکستان، اعضای حقیقی اکادمی بین الخلقی مکتب‌های عالی، دکتر علم تاریخ پروفسور روحات نبی و فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را سال 1959 با دیپلم سرخ به اتمام رسانیده از روزهای اول ختم تا حال در دانشگاه به صفت اسپیرانت، اسیستنت، دوسنت، دکتراند و زیاده از 20 سال باز وظیفه مدیر کافدره تاریخ خلق تاجیک را به عهده دارد. سالهای 1983 1989 دکان فاکولته تاریخ بود. من یگان وقت برای من کرسی وجود نداشت. هیچ وقت نبود که من مثال در همان جا یگان کرسی گذارم و در همان کرسی شینم و برای من کرسی ضرور باشد. نه، در دوره دکانی این رو میتواند نه تنها استادای کافدره بلکه همین شاگردایی که من به آنها درس دادم و مرا میشناسند در تمام ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان باید همین را گویند در یگان مورد من کرسی نداشتم. برای من کرسی این منصب نبود. این کار است. این وظیفه هم نیست. چی مدیری، چی دکانی، این بسیار یک وظیفه هم نیست و یک کار مرکب است. روحات نبی و 6 نوامبر سال 1936 تولد شده است. ایام کودکی و جوانیش با همراهی پدر و مادر در وادی زرنیساری وحش گذشته است. او مکتب میانه را با مدال طلا در شهر قرغان تپه ختم نموده است. این کسب رو به من برادر بیبی کلانم گذاشتند. برای چی؟ اون کس بسیار یک همین روزه آزاد شنیدگی شما مادر همین شخص بزرگ اینا همین روزه آزاد کتی دوگانه بودگی و اون کس هم بسیار کتاب های همین قدیمه رو نغز می خواندن. حروف عربی رو بسیار نغز می دانستن و مرا از تاریخ همین کس بسیار شناس کرده بودن. چون که اساساً از همین مادرم که با پس از من فرزندا بودن با آنها بند شدن، من با مادر کلانم بودم. پروفسور روحات نبی و زیاده از 30 سال باز به حیث مدیر کافدره تاریخ خلق تاجیک ایفای وظیفه میکند. سهمی او در این سالها در بنیاد و تأسیس، تنظیم و کاربرد و رشد این کافدره کلان است. کافدره تاریخ خلق تاجیک با ابتکار روحات نبی و سال 1975 تأسیس یافت. آن سالها تأسیس چنین کافدره خصوصیت ملی داشته، جدا کردن ساعت‌های آن در همه فاکولته‌های دانشگاه کاری بس و سنگین بود. با سابقه کاری زیاده از 35 ساله در همین کافدره قریب که وقتی خالی ندارد. اگر همطور گیرید در این سن و سال من باید حاضر در خانه میشتم و نبیره ها را میپاییدم، همطور نی؟ لیکن من همین قدر با شاگرد و دانشجوی عادت کردم که همین تا گفتم پایم میگردد و تا عقلم کار میکند، تا از دستم یک چیزی بیاید من باید رفته به کسی یاری رسانم. و همان روزی که برادر اگر من به یگان کسی کمتر یاریم رسد، من همان روز را خوشبخت حساب میکنم. خانه اساسی من، درگاه اساسی من همین کافدره، بعد خانه خودم. با اقدام و سعی و تلاش‌های او در این کافدره چهره‌های معروف علمی جمع آورده شدند. در این گوشه از رسم‌ها آنها را شناختن ممکن است. با تشبوس آنها زیر سروری پروفسور روحات نبی و کافدره تاریخ خلق تاجیک به یکی از مرکزهای با نفوذ علمی و تعلیمی و فرهنگی جمهوری تبدیل یافته است. در همین مدتی زیاده از نیم عصر کارم در همین دانشگاه، من حالی به شما گفته بودم زیاده از 30 نفر دکتر و نامزد تنها با سروری من حمایت کردن، ولی بغیر از این با صدها نامزدهای دکترها که از کافدره از شورا میگذرند کوشش میکنم به آنها دست یاری دراز کنم تا که از بین فرزندان تاجیک بیشتر عالمای حقیقی برآیند. معلم عزیز رو من از سال 97 1990 وقتی که به فاکولته تاریخ داخل شدم میشناسم. شخصی خاکسار بسیار شخصی هستند که نسبت ما شاگردان غمخوری زیاد میکردن.
بغیر از اون که مادروار غمخوری میکردن لیکن استاد سرطلب هم هستن شاید همین سرطلبی باشد که در جوانی ما با ما یاردم کردند و ما رساله نامزدی خود رو حمایت کردیم. نقش روحت نبیه در تأسیس یک مکتب علمی تاریخ و تاریخ نگاری معاصر تاجیکستان بزرگ می‌باشد. در مکتب علمی معلمه یک زمره عالمان و دانشمندان معروف به کمال رسیدند. شاگردان او تحت راهبری استاد پروفسور روحت نبیه رساله‌های خود را دفاع کردند. ذکریه و ملکه دکتر علمی تاریخ فرزند روحت نبیه است. مهر به کسب مادرش او را به این جاده آورده است. مادری بزرگواری من هم در تربیت من چون فرزند و علال خصوص در تربیت من همچون علیم زحمت نهایت زیادی کشیدند. کمون شخصانی هستند که چی در جوده تعلیم، چی در جوده علم و علال خصوص تربیت نسل نورس زحمت میکشند، سهمگذار میشوند و مادری من در قطار شاگردانشان که زیاده از 30 نفر هستند امروز اینچنین مرا نیز همچون عالمه تربیت کردند. روحت نبیه و در زندگی دوستان زیاد دارد. دوستی حقیقیش ماریا واسیلیونا تلنووا معلمه همکارش بود. بعد حادثه‌های سالهای 90 او از تاجیکستان رفت. از او همین رسم و خاطره برای روحت باقی مانده است و خلاص. یگانه دوستی که با اون کس ما قریب 30 سال دوستی کردیم، دوستی بسیار حقیقی بودن، گرچنده که اون کس روس زبان باشنده. هر باری که با کافدرا میآیند حتما پرسان میشوند درباره زندگی خانواده. بسیار شخصی هستند که حرمتی به اندازه نسبت می‌کنند. شخصی که مهنت میکند او البته دشمن دارد. اندیشه روحت نبیه و چنین است. با بدی باشد او نیتی بد نکرده است. اگر که با کسی بدی کردن باشید اول یک فکر کنید که همین بدی اگر به شما کرده شود حال شما چخیل می شود. بنابراین من فکر بکنم که هر یک انسان را خدا آفریده است و همین جای یک انسان دیگر کس گرفته نمیتواند. هر کس جایش را خدا آفریده است و نه من جای شما شده میتوانم، شما برای متخصص و نه شما جای دیگر رو گرفته میتوانید. بنابراین من فکر میکنم یکم باید با هیچ کس مناسبت بد نکنید، با هیچ کس خیال کنید، با هیچ کس بدی نکنید و کسی که اگر مبادا به من بدی کند من راستیگه به خدا میسپارم و هیچگاه بدی نکردم و نمیکنم هم. در استورخانه فاکولته از این اکسپونات های گذاشته شده زندگی مردم را از دوره های گذشته تاریخ خلاصه برآوردن ممکن است. دوره مشکل ترین در حیات روحت نبیه و این واقعه های پردهشت سالهای 90 می باشند. برای من در حیاتم از همه دوره مشکل گفتم که جنگ بزرگی وطنی بود. ما نفهمیدیم. نه خوری نه گرسنگی، همه یک بردنان میافتیم یک جای تقسیم کرده میخوردیم. در روی همه کشادگی بود. همه یک خط سیاه می آمد همه جا جمع می شدیم. خیلی 8 ساله 9 ساله تا تمام کردن همه قدر سن 2 سال داشتیم. لیکن مهر و محبت عاقبت دیگر بود. برای من این یک دهشت بود که این کی توانست همین دوستی، همین قدر رفاقتی همدیگر فهمی را ویران کند. این چیز به من یک ضربه خیلی کلان رسانید و بسیار به سلامتی هم ضرر رسانید. روحت نبیه و انا در این منزل همراه شوهرش زندگی دارد. در حیات اویلاداری خوشبخت هستند. حیات اویلوی من اما خیلی شد که ما همکورسا 25 نفر همکورس داخل شدیم و از آنها 18 نفر ختم کردند. و یکی از همین همکورسا که امروز آن کسم دکتر علم تاریخ پروفسور ذکریه همین کس خواستگاری کردند و با همین عمر ما گذشت. با معلمه انا چندین سال باز زندگی میکنیم.
راستی گپ از سال 1954 دانشجو بودیم در دانشگاه ملی همراه میخوندیم در فاکولته تاریخ. دانشگاه ختم کردیم همراه به اسپرانتور داخل شدیم. اسپرانتور هم تمام کردیم. خانه دار شدیم. صاحب فرزند، صاحب نبیره ها. انا راستی گپ ما که از بین مردم کلان شده به وایه رسیدیم همیشه دل ما میجوید که با خلق باشیم. ما که هم کسب هستیم، اون کس هم تاریخچه، منم تاریخچه، بنابراین در این ساحه با یکدیگر بسیار یاری میرسونیم و یک فرزند داشتم، منم حاضرم دارم، همین دختر ملکه خان و هم دکتر علم تاریخ. من فکر میکنم که اگر عائله تنج باشد، عائله دوست باشد، همدیگر عزت حرمت کند، اون وقت کار جمعیتی هم پیش می رود، کار دولتی هم پیش می رود، خصوصا کار ایجادی علمی. یعنی آرامی در مد اول می ایستد. باید بگویم که در خانه این شخص در قطار مادر مهربان و مشفق بودند. اینچنین بیبی نهایت سختگیر هستند و در تربیت فرزندان من هم نیز اشتراک میکنند و زحمت این کس بودند که امروز فرزندی کلانی هم دانشجو است و با بهای خوب علو میخواند. خواهر و دادرام از بس که پدر نبودن من آنها را بسیار سخت گرفتم که یگان تش بی فرهنگ نشود، همش مکتب عالی خواند و به دولت به خلق خدمت کند و همین طور شد. فرزندم همین فاکولته تاریخ را ختم نمود. من همین مناسبتی بسیار مهربانه هست که یکم صحت سلامت من از 70 گذشتیم. همه وقت در عائله این کس غمخواری میکنند که چای نوشیدید می، خوراک خوردید می. در حقیقت اگر این غمخواری نباشد آدم سلامتیش هم خوب نمی شود. یکی از گروی موفقیت این همین دوستی رفاقتی در عائله هست. خانه آنها دائما مهمان میآید. اساساً شاگردان هستند. این حجره مهمان خانه است. ممکن برای آن که از همین دوره 5-6 سالگیم جنگ بزرگ وطنی سر شد و ما اساساً به کار داده شدیم به مهنت و پس از پدرم بسیار جوان رفتند و 7-8 ما بودیم، آنها از من خرد بودند و من به تربیت آنها مشغول شدم. برای من انسان در جای یکم بود، نه زر و نه زیور و نه مال و چیزی در جای اول نبود. کتاب یا یک ورقی که می نویسد این آدم همون به معقول شود میگن انا بایگیری اساسی همین است. عجایبات این لیکن همه به نمی شود. همونهایی که بسیار به مهنت داده می شوند و کاری ایجادی می کنند و کاری ایجادکاری و علمی می کنند، اگر کارشان آمد کند موفقیت به دست درآورند در مد اول بایگیری اساسی همین میگن. انا معلم هم خیلی خصلت دارند. این کتاب‌ها تالیف کتاب‌های درسی تاریخ خلق تاجیک برای مکتب‌های تحصیلات عمومی دانشکده‌های عالی میباشند. قسم دیگری کتاب‌های او عاید به زن بخشیده شده است. در همین جا هستند. به همه این او زن خاکسار است. در دیگران نیز همین خصلت را دیدن می‌خواهد. همچون زن تاجیک از زمان دوره جوانیم و بچگیم تا امروز همین لباس ملی خود را میپسندم. برای من مثال دیگر لباس ها یا زر و زیور یگان اهمیتی ندارد و به درس هم درایم من میگویم دخترها زیبا شوید، ولی این قدر همین قطار همین زر و زیور چی نکنید، همین قدر کنید که زیب داشته باشد. جوانا البته امروز باید زیبا باشند، لیکن همین قدر کنند که زیب داشته باشد. همین معلمه هر کس توفه ناز میبیند و لیکن توفه یک وقت با اگر همون پیشنهاد کنید خرسند میشن. هم روز تولدشان به
دیگر وقت میگن این کار که مشغول نشوید بند نشوید این طبیعتا هم خیلی کس آفریده شدگی هر خیلی خاراکتر هست البته هر خیلی آدم هست роҳат набиева ба деҳқонӣ низ вақт меёбад ҳамин қитъаи замини назди манзилашон субҳгоҳон ва бегоҳӣ баъд аз кор хастагиашонро мебарорад давраҳои мактабхониаш кори калхоз мекард шахсан ман аз ҳамин кӯдаким ки ҳамеша дар меҳнат тарбия ёфтам барои ман масалан чиз мол пул ин чиз зарур нест барои ман дар тамоми ҳаёти зиндагиам инсон пеш аз ҳама дар ҷои якум аст меҳри инсон آدمی خاکسار عزت حرمت میکنن آدمی که خاکسار نیست منی بسیار میکنن این کس نقض نمیبینن بعد میگن که در بین انسان ها فرقیت کلی باید نباشد همه ما انسان آدم هستیم از همه پیش آدم هستیم соли 2006 барои роҳат набиева ва шогирдонаш соли хотирмону фаромӯшнопазир мемонад муаллима 70 сола шуданд ва ман дар тамоми ҳамин ҳаётам зиндагиам вақти холӣ надорам ва надоштам ҳамеша аз ҷавониам аз кӯдакиам то имрӯз ман ягон вақти бекор вақти холӣ надорам ҳамеша бо кор бандам ва агар мабодо вақти холиам ҳамон вақт бешавад ки дар хонаи мо хушбахтона ҳамеша одам аст ҳар рӯз қариб касе мебиёяд ё хоҳаром ё додаром ё ҳамсояҳо ё шогирдҳо ё меҳмон аз дур ё шогирдое ки аз дигар ноҳияҳо як вақто ман дарс додаму мебиёянд муаллима мо тура хабаргирӣ омадем ман фикр мекунам аз ин зиёд инсон бахт надорад